استاد در تخته صنف نوشت یک به یک برابر است. یکی از طلبه ها خست و گفت استاد یک به یک برابر نیست. استاد به شاگرد گفت بیا تخته صنف اثبات کن که یک به یک برابر نیست. اگر اثبات کرده نتوانی مجازات خواهی شد. پسرک لرزان به نزد تخته آمد و گفت استاد من 8 ساله ام و همه اینها هم 8 ساله ام. هر شب پدر آمینه از کار بیاید با او بازی میکند، اما پدر من هر شب مرا میزند. چرا محسن بعد درس بازی کنی میرود، اما من باید ترازو را بگیرم و بازار روم و پول کار کنم؟ مهینه به مثل من 8 ساله است. از خانه آنها بوی خوراک های با لذت می آید، اما من نان را با آب می خورم. شاهین مثل من 8 ساله است. او 3 ماه بعد پای افزال نو می خرد، اما من 3 سال است یک پای افزال را می پوشم. استاد اشکهایش را پاک کرد و در تخته صنف نوشت یک به یک برابر نیست. امروز میبینیم از کسی که مثال یگان منفعت دارد سلامش میدهیم، کسی که منفعت ندارد سلامش نمیدهیم. میبینیم کسی که پول دارد وظیفه دارد دویده به پیش میریم سلام بکنیم، لیکن کسی فقیر و بیچاره و ناتوان است باید سلام نمیدهیم. حالا که حبیب خدا میگوید کسی را میشناسی و کسی را نمیشناسی و از کدام جمله انسان نباشد شما با او سلام دهید. این بهترینی چی است؟ از عملهای اسلامی به شمار می رود. این اول الناس بالله من بدعهم بالسلام. حبیب خدا گفتن از همه در بزرگترین شما کیست؟ آن کسی که اول سلام می دهد. ببین اول سلام دادن بزرگی شما را نشان می داده است. بهترین شما حبیب خدا گفت همان کسی است که اول سلام می دهد. بسیاری آدم از روی تکبری اول سلام نمی دهد، می ایستد تا که مردم باید سلام دهند. ببین این از روی تکبری می شود. بعضی آدم دیده مثال سلام همتا نگاه میکنه و سلام نمیکنه، کنی میبینه از طرف تو یگان سلام می شود یا نمی، او از روی تکبری است. به این خاطر ما در کدام حالت نباشیم اولی سلام دهیم. کسی را میبینی السلام علیکم و رحمت الله گفته اولی سلام بده، ان شاء الله تو بزرگترین و بهترین